اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، انشالله که شاد و سلامت باشین. ما احضارات داریم، یه سری طلسمات اینا هستش که از دوستانی که تو لایو بودن و درخواست کرده بودن براشون طلسم باطل میکنیم، موکلین حاضر میکنیم. دیگه تعداد زیاد هستن، یه سری رو یه چند تا نمونه من فقط توی ویدیو میگیرم که الان بررسی کنیم و ببینیم که براشون همین لحظه باطل کنن به اذن خداوند. الیاس، صدای من داری؟ بله. الان چیزی میبینی؟ الان نه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله یا الله یا الله یا الله. الیاس، الان کسی رو میبینی؟ یا حاج آقای چیزی؟ بله. اومدن؟ بله. توی یه باغ. توی یه باغ. چه لباسی پوشیدن؟ سفید. سلام علیکم، خوب هستین؟ سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. سلامت باشید. وقت داریم یه سری بررسی ها اینا داریم که بعد زحمت بکشیم باطل کنین؟ بله. خب حمید اسم مادرش عفت، یه زحمت بکشیم بررسی کنیم ببینید طلسم دعای چیزی دارن. حمید مادر عفت. نه ندارم. پریناز مادر مارال. اینا رو بررسی کنیم. بله دارم. چند تا طلسم دارن؟ 3 تا. 3 تا طلسم. یا خدا، همین کسی که تو لایو بود. طلسماتشون برای چه کاری براشون گرفتن؟ شوهر دارن؟ پریناز این که بعدیه. نه، مجرده. مجرده؟ بله. یکیش برای اذیت کردنه. بله. یکیش برای چیز شدن با مادرش، بحث کردن با مادرش. آها. حاج آقا زحمت بکشین پریناز اسم مادرش مارال طلسماتشو باطل کنین. همین 3 تا دعایی که براش گرفتن. بله یه دقیقه. باطل شد هر 3 تاش. تشکر. دستتون در نکنه. خدا خیرتون بده.